بچه‌ها 3 تا ت رو همیشه تو تغذیه حواستون بهش باشه. چون 3 تا ت که ما داریم رو اون با شما کار میکنیم: تعادل، تنوع و تناسب. توی اون تعادله من دارم تو انتخاب مواد اولیه کمکتون میکنم. مسعود جان تو اون تنوعه داره به شما کمک میکنه و اون آموزشایی که مثلا چی رو با چه موقعی بپزید، چه وقتی اد بکنید. بچه‌ها حتی مثلا یه جورای پیاز داغ و اینا رو اولا نمیدونستن که باید چیز کنن. اینا طبیعیه. باز دوباره میگم ما توقع آشپزی ازتون نداریم. پیازا نیست. منظورشون من بودم. ولی ببین دیگه از کسی که مثلا میگه که نمیتونم تا حالا آشپزی نکرده دیگه طبیعیه دیگه. من تنها کاری که تونستم بکنم شستن ظرفا. من تکذیب میکنم. دستمال کشیدم. آقا مسئول گفت اینو از اینجا بردار اینجا، اون هم اینجا بردار. ماستو بورانی ماستو بورانی زیاد اونو داخل ریواست یاد گرفتم.